این تعریفی شد. یا چیکار گفتن عقبه انزاب اگر مکه نباشد میگذریم، نباشد نزدیک عقبه انزاب آمده این ابرها محکم. تا جناب یارو میگردیم. مردم از سفر من هیچ گاه نگشتم. سوار کردیم بریم. آمدیم این پنجکین جناب یاری نقد شربال نمیره. هم ماشین قطعی میریم، خر قطعی میریم، از قطعی میریم. شما بارا نترسونید. آباد کردن آماده کن، بنیاد کردن آماده، ساختن آماده کن. امروز از یک کشور سه پارچه تقسیم با یک دولتی واحد ساختیم. یک دولتی واحدی تمام منطقه های کشور با هم با یکدیگر پیوست کردیم. امام علی رحمان در جهان معاصر یکی از سیاستمداران معروف است. در آخر سالهای 90 نسبت به وی تخم ناباوری کاشتند. او این ضربه ها را تحمل کرد، بلکه در این نبرد استوارتر شد. مردم به او همچنان که به معمار صلح باور داشت، به معمار دولتداری نوی تاجیکان نیز باور کرد. راه برای ما با همه سختی‌هایش حیات است، رمز است، نجات است. راه‌های بی‌راه، راه‌های سنگین و پرمشقت. کوه‌های سربفلک در طول تاریخ بهترین محافظ ما بودند. اما همین دیوارهای عظیم خود ما را نیز از خودمان جدا می‌کردند. یک سبب بدبختی جنگ شهروندی تاجیکستان هم همین بود. هر کس در دره خود، در منطقه خود، یعنی این یک بهانه بود. با اما محلات جدا شدن. راه ها هست، رفت آمد می شود، خیش تباری می شود، یار و دوستی بین مردمان می گردد، مردم را با هم نزدیک می کند. امام علی رحمان با تمام هستی درک نمود که یگانه راه نجات از این ورطه هلاکتبار راه سازی است. زندگی هم همین را تقاضا میکرد. راه باید ساخت، زیرا در آخر عصر 20 در آن مرحله سرنوشت ساز ما را بار دیگر در تنگنا قرار دادند تا ما را همچون ملت از روی زمین پاک کنند. رنج های این محاصره را هر شهروند تاجیکستان خوب در یاد دارد. در آن وضعیت بحرانی یگانه راهی که ما را می توانست نجات دهد راه ساختن به سوی کشور چین بود. چند طول نکشید که ماشین های پربار در مسیرهای این راه نو به حرکت در آمدند. اگر راه را نمی ساختیم با قولای بلند کوههای بدخشان در سطح 4600 متر با کلمه راه شدیم. اولی راه شدگی ماست با چین. این راه ها اگر نمیشد حاضر وضعیت اقتصادی ما، وضعیت اجتماعی ما، مشکل های اجتماعی ما خیلی زیاد میشه. یکی از دشوارترین منطقه های کوهی برای راهسازی طلسم دیودره بود در سمت شوراباد درواز. صخره‌های عظیم این موضع در دل هر مسافر ترس و دهشت می‌انداختند.
آدمان زیاده هنگام گذر از این موضع جان شیرین خود را از دست داده اند. من چند بار سفر داشتم از طرف شوراباد و از طرف خود نایه درواز، قریب که در اونجا راه ماشینگرد اونجا نداشت، در بعض انجا پای پیاده. ما همون تا قسمت های دیودره که در همون زمان نام داشت آماده بودیم و دیدیم که چی وضعیت است. ما در همون دوره وضعیت بسیار مالی اقتصادی ما وضعی بود، قرار قبول کردن، مبلغ جدا کردن در باره بنیاد راه شوراباد درواز. بعدا آهسته آهسته تکنیک متخصصان را پرداختیم. بعدا لایحه را درست طراحی کردن با سرمجلب سرمایه خارجی. راهسازی وارد مرحله دیگر. بنیاد راهها توسط افغانستان به پاکستان و همین طریق برآمدن به حوزه اقیانوس هند یکی از سمت‌های مهم سیاست راهگشایی سرور دولت را تشکیل داد. تلاش‌ها و کوشش‌های پیگیرانه امام علی رحمان در ساختن راه‌های نو ثابت کرد که او شخصیتی است سازنده، آبادکار، دوراندیش و سیاستمدار. این بود که سرمایه گذاری انشاءات ها و دستگیری عملی پروژه های نو شروع شد. شاهراهی هنوز ناتمام کولاب درواز علکی برای دولت و ملت فایده های اولین خود را اهدا کرد. باقی مانده از درواز تا خاروق، از خاروق تا کرمان نیست آهسته آهسته سال به سال به سطح بین‌المللی برآورده میشه. میشود دروازه طلایی تاجیکان. سرور دولت پیوسته کار میکند، نقشه و طرح‌های نو میکشد تا سیمای پایتخت مملکت را دیگرگون سازد. دوشنبه را میخواهد پایتخت زمانوی با چهره معماری ملی سرسبز و آباد و زیبا ببیند. این روند را نه تنها راهبری میکند بلکه به واسطه در کار آبادانی آن با شوق و رغبت بی اندازه شرکت می‌ورزد. چون از آوان کودکی نهالشنانی را دوست می‌دارد، نه تنها در پایتخت بلکه در همه گوشه و کنارهای کشور باغ‌ها بنیاد می‌کند. برای آنکه تاجیکستان از نگاه کمونیکاسیونی به یک کشور واحد تبدیل داده شود، شکافتن سینه عقبه‌های انزاب و شهرستان ناگزیر بود. کارشناسان این کار را غیر امکان می‌حسابیدند، اما مشکلی دیگر این بود که تا این زمان در منطقه‌های کوهستانی مملکت ما یگان عدد نقب نقلیاتی نداشتیم تا که از تجربه متخصصان و بعضی تکنیکی آن استفاده کنیم.
اما با وجود این کارهای ساختمانی در نقب استقلال شروع شد. بعداً به عمل سازی این لایحه سرمایه و متخصصان ایرانی و چینی جلب کرده شدند. سروری دولت تمام تدبیرها را اندیشید تا به مقصد نهایی خود برسد. نقب‌های استقلال و شهرستان در شمال و آزادی و ختلان در جنوب یکی از پس دیگری ساخته و مورد استفاده قرار گرفتند. Таджикистан уже реально стал, а в будущем будет еще сильнее играть свою роль как государство-транзит. Кому-то кажется это фантастическим, но обязательно это будет построена суперсовременная дорога. تنها با ساختن چنین پل‌های با اعتماد ما می توانیم شاهراه‌های کشورمان را به معیارهای بین المللی راه‌های ترانزیتی مطابق سازیم. امروز پنجمین پل از سلسله پل‌های میان تاجیکستان و افغانستان به استفاده داده می شود. هر دفعه که مراسم افتتاح پل برگزار می شود، هزاران نفر شهروندان افغانستان جمع آمده شادی و نشاط و هم رأی و همبستگی خود را از اقدامات پیشوای تاجیکان جهان امام علی رحمان اظهار می نماید. این را شما می توانید ما رای حکومت با چی پیوست کردیم تجارت می تواند با تمام دنیا پیوست شوید. راه این آینده پیشرفت و ترقیات دولت تاجیکستان است. یعنی راه این حیات است، این آبادی است، این پیشرفت است، این ترقیات است. طی سالهای استقلالیت با استفاده از واسطه‌های مالی دولتی و سرمایه خارجی بیش از 2000 کیلومتر راه‌های ماشینگرد، 25 کیلومتر نقب، 255 پل و 4 کیلومتر انشاءات محافظتی راه‌ها ساخته و به استفاده داده شد. شاهراه‌های دوشنبه چناق، وحدت جرگتال سریتاش، دوشنبه کولاب خاروخ مرغاب و دوشنبه ترسونزاده نه تنها منطقه‌های کشور را پیوند دائمی بخشیدند، بلکه تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی کاملا آزاد کردند. نقب‌های استقلال و شهرستان و آزادی و ختلان دیوارهای عظیم کوهستان مشکل گذر و پرمشقت و هلاکتبار را شکافتند. 5 پل نوی بین سرحدی در خدمت ملت و دولت قرار گرفت. عملی سازی لایحه‌های مذکور امکان داد که حرکت شهروندان و انتقال بار به همه 4 سمت تاجیکستان تأمین گردد. دنغره، زادگاه امام علی رحمان. پدر ایشان خلیفه رحمان زاده دیهه شندی خواست. در این منطقه پرغرور کوهستان گذشتگان او زیستند. خودش نیز همین جا میزیست تا زمانی که روزگار بر وی ضربه جان کاه زد. با نوزاد یتیمش تنها ماند.
برای روزگذرانی از دیه به دیه می رفت. مردی کاری می کرد. بابیش هم همینجا زندگانی میکرد. اماکیوش هم همیون. انا برادرها همینجا زندگانی میکرد. این همین خانه ها داشت. همین جای خانه ها. پدرش همینجا سالی 46 رفته در همین کناری بازو خیلی چند سالی. همیشه گذاشته اگه کار کرده. با های خورتود و اون چیرا دانره. مادر امام علی بیبی میرم در دیهه کوهستانی کول به دنیا آمده است. این طبیعتی بیکر در آن روزگار منظره‌ای بس زیبا و جاذبه‌دار بود. زیبایی این دیار در وجودش نفوذ کرد و او این زیبایی را به فرزندانش انتقال داد. هنوز جوان زنی بیش نبود که با یگانه فرزندش تنها ماند. بار گران زندگی با همه سختی‌هایش بر شانه‌های نازکش فرود آمد. قنقرتود در آن سالها دیهه‌ای پربرکت با چراگاه‌های وسیع، چشمه‌های روان بود. بابای رحمان پس از سرگشتگی‌های زیاد یک روزی خدا خود را در این دیه دید. بیبی میرم را نیز روزگاری نابسامان به قنقرتود آورد. در همین دیه رحمان به میرم پیشنهاد ازدواج داد. اراده خداوند بر همین رفته بود. و اخیراً در همان جایی که امام علی به دنیا آمد ریاست کلخاس باغ نو بنیاد کرد و باغبانیش را به عهده بابای رحمان گذاشت. پشت خانه مونده یک خوری شتگی بود. انا خوری مرده 3-4 باشه هم تا مونده نوخی به صاحب. بعد همون چیزی که بخب میکرد همون رو میگفت بگیرین همین سگرها رو نگاه بکری که نمرن کشتگی. هم پنسش خونه نمیبرد میدادم و تقسیم بکرد. بعد میگو میرم میگو چی میگو من یک کار کردم جنجال نمیکنی نمیزخی میگو چی میگم پنسوم همسرم سگرها همسر ادامه با کم بغلشونم با نوداریشونم با نوبودی همون دایر به همون زمانم نه که اونا باشم با نون نمک بدن اینطوری آدم به نون نمک میشید این درجه در نمیرسن. امام علی در همین جا به دنیا آمده است. شیرینی های ایام کودکی را چشیده است. با همین مردم عادی زحمتکش کلان شده و کار و زندگی کرده است. از پدر روحانیت و معنویات و شرافتمندی و سخاوتمندی را میراث برده است. از مادر باشد پاک طینتی و پاک زبانی، عدالت خواهی و احساس درک زیبایی و شناخت طبیعت شفابخش دیار را. دستکاتان درد نبینه. آوی خیلی نداره. چپاتی را هر عورت نمیتونه. گوش کن. نمیاد در شنبه یک جدا یک دکان کنم بتونم که همین چپاتی که میوانی آمادگی را باید کنیم. خب کلچه هم بتونی کلچه. ما هم که بچه هم ریزرو از میتلدی با پیشت پانو ای ما خریدون باش. عملوا تطوير مجاري حماد على میخوایم کار بینم شکرات بینم یک پیشکتا کردم. یگان خدمت
نیست؟ نه بوم برام ما دیوال کرده میتونم. اینجا و 5 پادشاه اسلامی جهان همون جبران همون بدخط همون تلویزیون تماشا کردن هر یک سخن شما را همون پادشاه به خرسق پیشواز کردن و شما را ایستان نفری که با دست خودش با منت حلال خودش مکتب تمام کرد راهبر شد با خلق بود امروز بعد در سطح بلند اون نوربون بلند برآمدگیش اون چیزای پایین در زینه اول فراموش نمی‌کنه. برای همین قدر انسان را قدر شخص مهنت قرین را قدر آدمی که دلش صاف است بسیار هم بالا میداند و او را بزرگاشان را همچون پدر جواناشان را همچون писар и трудовик. Кстати, это к тому, что он вышел из народа. Выйдя из народа, он не забыл и не прервал вот эту удивительную связь с народом, из которого он вышел. И поэтому этот народ ответил ему любовью, доверием. مسئولیت‌های خوب دادند که پسرم تو در کدام عائله تربیت یافتی چگونه روزگار داشته فراموش نکنی با مردم غمخوار باش تاکید کردند که بچه‌ام زبان پاک داشته باشه حیات تیز می‌گذرد بسیار زندگی تیز می‌گذرد مثل آب روان آب دریا همین قدر تیز می‌گذرد خدای تعالی بنده را هست کرده است آب داده است زمین داده است عقل داده است نعمت‌های خدا داد محنت کن حرکت کن از من برکت زندگی ببین Тожикистон гарчанди кӯҳистоне аст, камзамин аст мегӯем, баъзан ҳо меноланд. Аз ин нолидан дар кор нест. Худои таоло моро кӯҳ ҳам додасту аз ҳама неъмати бебоҳои худодод об ҳам додааст. قرآن کریم در آیه مبارکه 45 سوره نور آید به عنصر اصلی حیات در روی زمین می‌فرماید خداوند همه موجودات زنده را از آب آفرید
زندگی بی آب وزنین است. آب را اداره باید کرد تا زمین‌های تشنه‌لب آبیاری گردیده به منفعت خلق و دولت استفاده گردد. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратил внимание на одну очень важную тему воды. Именно тогда я почувствовал, насколько прозорливыми оказались идеи, заложенные в его выступлении в 1999 году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2003 года Международным годом воды. Именно эта тема стала одной из 8 ключевых тем, связанных с целью развития тысячелетия. در عرصه سیاسی بین المللی موضوع نوی وارد بحث و گفتگو گردید که مؤلف آن سرور دولت تاجیکستان است. همین طور سالهای 2005-2015 را سازمان ملل متحد 10 ساله عملیات آب برای حیات اعلان کرد. در مملکت تدبیرهای زیاد عملی گردید. دهها انشاءات برای ذخیره و صافکاری آب و خطهای انتقال آب آشامیدنی در شهرها و دهات کشور ساخته و مورد استفاده مردم قرار گرفتند. امروز در جهان تقریباً 1 میلیارد آدمان به آب تازه آشامیدنی و 2.5 میلیارد آدمان به شرایط اساسی بهداشت دسترسی ندارند. هر سال آفتهای طبیعی مربوط به آب به اندازه بیش از 60 میلیارد دلار آمریکایی خسارات اقتصادی وارد می‌سازد. خشکسالی و بیابانشوی منبع واسطه های زندگی زیاده از 1 میلیارد و 200 میلیون آدم را در جهان زیر خوف و خطر قرار می دهد. مناقشات کشورها بر سر منبع‌های آب وضعیت به این هم مرکب سیاسی جهان را باز هم پیچیده‌تر می‌کند. پیشنهادهای امام علی رحمان آید به مسائل آب در نحوه برخورد سیاستمداران با پرابلم مذکور یک رویکرد کاملا نو و تکان جدی به عمل آورد. با سبب تغییریابی اقلیمی در حدود تاجیکستان که زیاده از 14,000 پیریخ‌ها موجود بود، در ظرف 50 سال 1000 عدد آن از بین پوره رفت. امروز 13,000 پیریخ‌ها باقی ماندند و آبشوی پیریخ‌ها خیلی زیاد است. طی 50 سال اخیر با سبب تغییریابی اقلیم در کره زمین سرعت آبشوی پیریخ‌ها در قله‌های بلند شدت می‌گیرد. کوه‌های آسمانبوس پامیر که برحق بام جهان است آسیب از همه بیشتر می‌بینند. این تهدید جدی نه تنها خطر رخ دادن آفت‌های طبیعی را در تاجیکستان به وجود می‌آورد، بلکه تهدید جدی برای کشورهای منطقه و جهان میباشد.
امامعلی رحمان به صفت یک پیشوای جهانی oid به مسئله آب بیش از 16 سال است که از منبرهای بلند بین المللی توجه جامعه جهانی را به حل این مسئله ها جلب می نماید. I would like to invite His Excellency Emomali Rahmon, the President of the Republic of Tajikistan, up on stage of congratulations. Please welcome His Excellency with a big round of applause. خانم محترم پرزیدنت جمهوری کره، محترم جناب رئیس، خانم ها و جنابان، هرچند که در چارچوب هدفهای رشد 1000 ساله دایر به حل مسائل آب پیشرفت معینی به دست آمده است، ولی تهدید و خطرهای معاصر گلوبالی از ما سعی و تلاش بیشتر تقاضا دارند. از این لحاظ تأسیس دادن فاندهای گوناگون ملی و منطقوی و گلوبالی اقدامات سری وقتی خواهند بود. دیگر سمت مهمی فعالیت منبع ما باید به سوی اقتصادی سبز روانه کرده شود که در این عرصه ذخیره آب به حیث منبع تجدید شونده نیروی برق باید موقع ارزنده داشته باشد. امسال 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات سالهای 2005-2015 به انجام میرسد. با در نظر داشت این پیشنهاد می نمایم که 10 ساله دوم بین المللی تحت شعار آب به خاطر رشد استوار اعلان کرده شد. پس از پیشنهاد نوبتی پرزیدنت ما در کره جنوبی، پیشوایان و فعالان جمعیتی زیاد از همه گوشه و کنارهای عالم به تاجیکستان آمدند. هیئت کلان سازمان ملل متحد را در این سفر دبیر کل آن جناب پان گی مون راهبری نمود. به شرافت سیاست سازنده سرور ما، مسئله های مربوط به آب مسئله عمده عمومی بشری گردید. طی این 10 ساله تاجیکستان به عرصه اساسی ملاقات و همایش‌های بین المللی تبدیل یافت. در دوشنبه بار دیگر امامعلی رحمان راجع به حل مسئله استفاده ذخیره‌های آبی در بخش‌های انرژتیک و کشاورزی و متمرکز کردن سعی و تلاش و مبلغ گذاری کشورها جهت پیشگیری فاجعه های اکولوژی حاضرین را به همکاری دعوت نمود. من میخواهم به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای صدا بلند کردنشان oid به مسئله های آب در جهان اظهار سپاس نمایم. من منت دارم از جناب پرزیدنت و من این فرصت را تحفه نمودم که از تماشای این طبیعت افسانوی و آبهای مصفا لذت برم. آب حیات است. آب این یک قسمت بسیار مهم زندگی ماست. واقعا هم شما ملت خوشبختید، زیرا سرچشمه های بزرگ آب تازه را در اختیار دارید. من اطمینان دارم که این دارایی برای شکوفایی وطن شما، منطقه و جهان استفاده خواهد شد. باید تذکر داد که پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان پیشنهاد خود را که در چهارچوبه فورم هفتم عمومی جهانی آب صدا داده بود
بار دیگر در مباحثات عمومی اجلاسیه 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر سال جاری به میان گذاشته اظهار اطمینان نمود که اعلان نمودن 10 ساله نوی بین المللی آب بهر رشد استوار وسیله مهم دستیابی به هدفهای رشد استوار مربوط به آب خواهد گشت. طوری که پرزیدنت ما امام علی رحمان میگوید در حقیقت خداوند به تاجیکستان ذخیره های عظیم آب زلال را عطا کرده است. کشور ما که 93% حدود آن را کوههای بلندترین جهان اشغال می نماید با داشتن ذخیره های بزرگ هیدروانرژتیکی برای تولید نیروی برق یکی از غنیترین دولت‌های عالم حساب می‌یابد. مسئله استفاده ذخیره‌های آبی یکی از سمت‌های اساسی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. تاجیکستان قادر است همه کشورهای منطقه را با برقی از نگاه اکولوژی تازه تأمین نماید. دولت استفاده ذخیره‌های آبی را در رشد ساحه انرژتیکا هدف اصلی خود قرار داد و بنیاد نمودن سلسله نیروگاه‌های برقی را در مجرای دریاهای وخش و پنج و زرافشان طرح‌ریزی نمود. با جلب سرمایه‌های فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی سانکتودا 1 و سانکتودا 2 شروع گردید. برای تأمین نمودن این انشاءات‌های بزرگ با مصالح ساختمانی وطنی خصوصاً سیمنت خوشصفت که در ساختن استحکامات نیروگاه اهمیت کلان دارد، کارخانه تاجیک سیمنت با اقتدار استحصالی بیشتر فعال کرده شد. این نیروگاه‌ها برای ملت ما آنقدر اهمیت کلان داشتند که هنگام به کار انداختن آنها سابق پرزیدنت فدراسیون روسیه دمیتری مدویدف و سابق رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد به شادی و خرسندی ما شریک شدند. فعال گردیدن این نیروگاه‌ها در تأمین نمودن احتیاجات انرژتیکی مملکت نقشی کلان بازیدند. آن کس علاقه حس کرده بودند که ساله می شود که از حلقه انرژتیکی دیگر کشورها برآمدنشان بود. وقتی که چنین حادثه به عمل می آید پوره ولایت سو بی برق میماند. لیکن جناب عالی در یک مدتی کوتاه توانستند چنین خط برقی بلند شدتی شمال جنوب را ساخته به استفاده دهیم. قریب که همان روزها دیگر کشورها از آسیای میانه از حلقه انرژتیکی برآمدند. ساختن خط انتقال برق بلند شدت 500 کیلوولتی جنوب شمال به انجام رسید. با همین شبکه یگانه انرژتیکی تاجیکستان به فعالیت آغاز کرد. احتیاجات پره ولایت سوت به نیروی برق در یک شبانه روز 14 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد، ولی قابلیت برقگزارانی خط جنوب شمال در یک شبانه روز به 27 میلیون کیلووات ساعت برابر است. هر دولتی صاحب استقلال تا خود دستگاه بزرگ هر کشوری که آینده میخواهد پیشرفت و ترقی داشته باشد حتما خود را باید با قوه برق تامین
نیروگاه برق آبی راغون. طبق نقشه چرخه اولین نیروگاه سال 1993 باید به کار انداخته می شد. اما به علت تیز و تند شدن وضعیت سیاسی تاجیکستان سال 1990 کارهای ساختمانی در نیروگاه قطع گردید. После развала Советского Союза все, что там было, все это растащили. Слушай, я не представляю, куда делись столько машин, механизмов. Шагающий экскаватор исчез с этой стройки. И теперь Эмомали Рахмону надо было все это заново обдумать, как туда достать технику, за что, на какие деньги покупать, на какие деньги строить эту станцию. امامعلی رحمان بسیار تلاش ها کرد که ساختمان راغون را احیا کند. سرور دولت مبلغ پیدا کرده برای آغاز کار تکنیک خرید. برای تاجیکستان راغون لایحه حیاتاً مهم بوده و آن مسئله اولین درجه پیشرفت اقتصادی جمهوری وابسته است. هر یک سامانه‌ای که ما خراجات میکنیم میدونی از کی است. هم خلق عادی است. شکمش نان نخورد و فرزندش لباس نگرفت و با سهمیه گرفتی نیروگاه تیسر شد و پرابلمای اساسی خلق ملت تاجیک حل شد. شما فرزندای تاجیک هستید. وطندار هستید. هر یک ساختمان باید نمیده احساس کنید. امامعلی رحمان همه نیرو و غیرت و همت خیش را روی ساختمان راغون گذاشته است. امروز هر فردی که در این کارستان بزرگ زحمت میکشد احساس میکند که مسئولیت عظیمی را در نزد ملت، در نزد آیندگان بر دوش دارد. کار در راغون در دل سازندگان آن احساس عمیق مهنت دوستی، ننگ و ناموس وطنداری و قهرمانی را بیدار کرده است. آرزو امید ما همین است که خدای تعالی نکشه و اقلا همین چرخی اول گردان کنیم. پایان ساختمان راغون پایان رنج‌های ملت است. راغون نور است که دل و دیده و منزل و مکان ما را روشن می‌کند. نیروی است که اقتدار کشور ما را افزون می‌گرداند. نیروگاه راغون نه از نگاه اقتصادی و نه از نگاه اکولوژی به یگان کشوری منطقه زیان نخواهد آورد، بلکه برعکس راغون عاملی مهمی خواهد گشت در رشد منطقه. در تاریخ ساختمان راغون امروز روزی مخصوص است. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یکی از مهمترین کارهای به عمل می آید. همه منتظر اجرای آنند. آغاز بنیاد سربند نیروگاه برق آبی راغون. سازنده راغون اساسگزار صلح و وحدت ملی،
пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон савори булдозери вазнин расо 1.5 соат бо пеш кардани сангу шағал маҷрои дарёи вахшро баста ба бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқи обии ровун ки ҳаёту мамот барои мардуми тоҷикистон аст асос гузошт. امامعلی رحمان در آغوش این زیبایی ها بزرگ شده است. یک لحظه به عالم خاطرات کودکی رفت. خانه پدری، دوستان و پیوندان ایام کودکی، آنهایی که لحظه های اندوه و خرسندی را با هم می دیدند، او را به خود می کشند. акаи нуриддин ягона бародари эмомалӣ раҳмон аст. нуриддин ки солҳои зиёд механизатори пешқадам буд, ҳоло бо деҳқонӣ машғул ва сарвари хоҷагии деҳқонӣ аст. бародарон якдигарро дер мебинанд, вале якдигарро аз дур эҳсос мекунанд. ҳоло баъд аз дидори хишовандону ҳамсоягону ҳамдарсон фурсате даст дод ки бо ҳамдигар бишинанду суҳбат кунанд. як лаҳзае ки аз озодтар вақти ки дорем бо ҳамсинфон, бо ҳамкороне ки дар ин хоҷагӣ бо ман сару кор доштанд, бо холои худам тағоён, бародари худ. ба ҳар ҳол инам ғанимат аст. яна дар соли 59 сола аъзои фахри хоҷагӣ шудем, кор кардем.
این کسا باید که خطر مادر کار خورایی در بسیارتر از نجیب بدن. مادرم بیدار میکرد پسرم خیز حلاب کن چای کن مکتب رفتن در کار خانه های محلی داشتیم در اینجا زمستان های سرد بود حالا اون زمستان ها نیست برف های زیاد میبارد بالای بام از برف رفتن در کار تازه کردن در کار نباشد خانه فرو میزد. همین که زندگی رو آهسته پیش بردیم اول خانه رو در کردیم بعد این کس بیت ما رسان با ما خانه کردیم این خانه که میبینید همین سنگی دو کس میشیشتیم تلشکده بعدی ساعتهای کاری شمانه دست میشیشتیم سنگ تلشکده برو میکردیم و آورده در اینجا کوالقتی مایده ما اول اقلام نمیگیدیم که سنگ مایده کرده میشد سنگ میشکنه وقتی که متخصص یاد دادن کوال در چطور داشتن در کار در کجا زدن در کار سنگ دو کوال میزه سنگ همین گیمکی پای دیوار همین با دستی خودمون کرده است. سال 57 کم از کرده بودم خاندار کردیم همه یک ماه هم زندگی نکردم. برادر ما نه از دریا دارم اکای کلانی هم اولا دارشویش نه از دریا دارم سبب ناامدی کار اومدی اکمو بندگی کرد امام علی در همان آوان کودکی با غم و اندوهی گران روبرو شد. بار اول درک کرد که غم چیست، بیکسی چیست، ناعلاجی چیست. جسد برادر خود را پدر و مادر من آوردن نتوانست. از کمبغلی، از ناعلاجی، از ناداری و کسی هم کمک نکرد. و در آنجا با خاک سپردن. مادرم یک بار موی سرش هم سفید شد. در غم و اندوه بودن دائما هیچ باور نداشتن که فرزندش نیست. خبر بود که باشم پدرت شکست نداره قنات پدرت شد. همین خیل عذاب و مشقت وقتی آهسته یک جایه در یک جایگی کار کردیم ریسک روزیمون را پیدا کردیم. ما بیکاری مادرمون ندیدیم. پور و پیر بودم پاش چون بگی یک گله میکنم بسیار چپاتی بسیار خواهاتی میکنم تحمل خوب میکردن شیر میجوشاندن طبق در میآوردن میریختن شیر در آنش کمتر مسکه نان ریزه میکردن و فطیره دیگر را کمتر دوغ همین در نظرم از اون در حاضر شیرین یا که دیگر چیزی خوردن نبود میومده که اون گرمه بودم بگم یک تیزاوه کردم کلوبی هم چهار کار نکردم تیزاوه در میموندم افوکس خدا رفته چه کار کرده صحبت تا یک پاس شب دوام کرد. یادی گذشته، یادی پدر و مادر، یادی برادر، یادی لحظه های تلخ و شیرین زندگی. معلوم است که در صحبت برادر خستگیش را برآورد. ما وطن خودمان آباد کردن مادر بنیاد کردن مادر سطح زندگی اهالی مملکت را خوبتر و بهتر گردانیم زحمت کشیم یگان آدم از بیرون آمده برای ما شما وطن آباد نمی کند خودم آب کردن مادر با امید دیگران نشوید این وطن اجدادی از ما شما است این وظیفه مقدس هر یک فردی با ننگ و ناموسی ملت و خلق تاجیکستان است که این سرزمین را دوست داریم با قلبمان دوست داریم با کار و رفتار و کردارمان اثبات کنیم که بر حق ما صاحب وطن هستیم
ما صاحب این مرز و بوم هستیم. مقدس است. ما باید وطن خود را احتیاط کنیم تا که دست بدخواهان و جنایتکاران به سوی آن دراز نگردد. ما فاجعه های بر سرمان آمده را فراموش نکرده ایم. سالهای بی سر و سامانی، بی حاکمیتی، جنگ، فقر، گرسنگی و بدبختی ها را ما فراموش نکرده ایم که پیشوای ما به خاطر روزگار امن و آسوده و خوشبختی ما شب و روز جانبازی ها کرد. او شخصی است که بعد از 1000 سال روح فرهنگ و تمدن ساز این ملتی صاحب کتاب زحمتکش را احیا نمود. او سروری ماست که همیشه تکرار می کند جلوی مملکت ما معرفت است، معرفتی که خودشناسی ملی ما را بالا می برد، جهل و نادانی را ریشه‌کن می کند و زندگی را عرصه عمل انسان‌های کامل قرار می دهد. Gdzie go garnek ludzie będzie?
محکم نباشد میگذاریم، نباشد نزدیک یقبای انضام آمده این ابرها محکم در جناب یارو میگردیم. مردم از سفر من هیچ گاه نگشتم، سوار کردیم بریم اومدیم اینی پنجکین جناب یاری نقد شربان نمیره، هم موشک قطعی میریم، خر قطعی میریم، از قطعی میریم، شما بارا نترسونید. آباد کردن آماده کن، بنیاد کردن آماده، ساختن آماده کن. امروز از یک کشور سه پارچه تقسیم با یک دولتی واحد ساختیم. یک دولتی واحدی تمام منطقه های کشور با هم با یکدیگر پیوست کردیم. امام علی رحمان در جهان معاصر یکی از سیاستمداران معروف است. در آخر سالهای 90 نسبت به وی تخم ناباوری کاشتند. او این ضربه ها را تحمل کرد، بلکه در این نبرد استوارتر شد. مردم به او همچنان که به معمار صلح باور داشت، به معمار دولتداری نوی تاجیکان نیز باور کرد. راه برای ما با همه سختی هایش حیات است، رمز است، نجات است. راه های بیراه، راه های سنگین پر مشقت، کوه های سربفلک در طول تاریخ بهترین محافظ ما بودند. اما همین دیوارهای عظیم خود ما را نیز از خودمان جدا می‌کردند. یک سبب بدبختی جنگ شهروندی تاجیکستان هم همین بود. هر کس در دره خود، در منطقه خود، یعنی این یک بهانه بود با اما محلات جدا شدن. راه ها هست، رفت آمد می شود، خیش تباری می شود، یار و دوستی بین مردمان می گردد، مردم را با هم نزدیک می کند. امام علی رحمان با تمام هستی درک نمود که یگانه راه نجات از این ورطه هلاکتبار راه سازی است. زندگی هم همین را تقاضا میکرد. راه باید ساخت، زیرا در آخر عصر 20 در آن مرحله سرنوشت ساز ما را بار دیگر در تنگنا قرار دادند تا ما را همچون ملت از روی زمین پاک کنند. رنج های این محاصره را هر شهروند تاجیکستان خوب در یاد دارد. در آن وضعیت بحرانی یگانه راهی که ما را می توانست نجات دهد راه ساختن به سوی کشور چین بود. چند طول نکشید که ماشین های پربار در مسیرهای این راه نو به حرکت در آمدند. اگر راه را نمی ساختیم با قولای بلند کوههای بدخشان در سطح 4600 متر با کلمه راه شدیم. اولی راهی شدگی ماست با چین. این راه ها اگر نمیشد حاضر وضعیت اقتصادی ما، وضعیت اجتماعی ما، مشکل های اجتماعی ما خیلی زیاد میشه. یکی از دشوارترین منطقه های کوهی برای راهسازی طلسم دیودره بود در سمت شوراباد درواز. صخره‌های عظیم این موضع در دل هر مسافر ترس و دهشت می‌انداختند. آدمان زیاد هنگام گذر از این موضع جان شیرین خود را از دست دادند.
و چند بار سفر داشتم از طرف شیرآباد و از طرف خودی ناحیه درواز. قریب که در اونجا راه ماشینگرد وجود نداشت، در بعض جا پای پیاده. ما همون تا قسمت های دیودره که در همون زمان نام داشت آماده بودیم و دیدیم که چی وضعیت است. ما و همون دوره وضعیت بسیار مالی اقتصادی ما وضعی بود. قرار قبول کردم مبلغ جدا کردن درباره بنیاد راه شیرآباد درواز. بعدا آهسته آهسته تکنیک متخصصان را پرداختیم. بعدا لایحه را درست طراحی کردن با سرمجلب سرمایه خارجی. راهسازی وارد مرحله دیگر. بنیاد راهها توسط افغانستان به پاکستان و همین طریق برآمدن به حوزه اقیانوس هند یکی از سمت‌های مهم سیاست راهگشایی سرور دولت را تشکیل داد. تلاش‌ها و کوشش‌های پیگیرانه امام علی رحمان در ساختن راه‌های نو ثابت کرد که او شخصیت است سازنده، آبادکار، دوراندیش و سیاستمدار. این بود که سرمایه گذاری انشاءاتها و دستگیری عملی پروژه های نو شروع شد. روانه کرده شود که در این عرصه ذخیره‌های آب به حیث پنبه تجدید شونده نیروی برق باید موقع ارزنده داشته باشد. امسال 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات سالهای 2005-2015 به انجام می رسد. با در نظر داشت این پیشنهاد می نمایم که 10 ساله دوم بین المللی تحت شعار آب به خاطر رشد استوار اعلان کرده شد. پس از پیشنهاد نوبتی پرزیدنت ما در کره جنوبی، پیشوایان و فعالان جمعیتی زیاده از همه گوشه و کنارهای عالم به تاجیکستان آمدند. هیئت کلان سازمان ملل متحد را در این سفر دبیر کل آن جناب پان کی مون راهبری نمود. به شرافت سیاست سازنده سرور ما، مسئله های مربوط به آب مسئله عمده عمومی بشری گردید. طی این 10 ساله تاجیکستان به عرصه اساسی ملاقات و همایش‌های بین المللی تبدیل یافت. در دوشنبه بار دیگر امام علی رحمان راجع به حل مسئله استفاده ذخیره‌های آبی در بخش‌های انرژتیک و کشاورزی و متمرکز کردن سعی و تلاش و مبلغ گذاری کشورها جهت پیشگیری فاجعه های اکولوژی حاضرین را به همکاری دعوت نمود. من میخواهم به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای صدا بلند کردنشان عاید به مسئله های آب در جهان اظهار سپاس نمایم. من منت دارم از جناب پرزیدنت و من این فرصت را تحفه نمودم که از تماشای این طبیعت افسانوی و آبهای مصفا لذت برم.
آب حیات است. آب این یک قسمت بسیار مهمی زندگی ماست. واقعا هم شما ملتی خوشبختید، زیرا سرچشمه های بزرگ آب تازه را در اختیار دارید. من اطمینان دارم که این دارایی برای شکوفایی وطن شما، منطقه و جهان استفاده خواهد شد. باید تذکر داد که پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان پیشنهاد خود را که در چهارچوبه فورم هفتم عمومی جهانی آب صدا داده بود، بار دیگر در مباحثات عمومی اجلاسیه 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر سال جاری به میان گذاشته اظهار اطمینان نمود که اعلان نمودن 10 ساله نوی بین المللی آب بهر رشد استوار وسیله مهم دستیابی به هدفهای رشد استوار مربوط به آب خواهد گشت. طوری که پرزیدنت ما امامعلی رحمان میگوید در حقیقت خداوند به تاجیکستان ذخیره های عظیم آب زلال را عطا کرده است. کشور ما که 93% حدود آن را کوههای بلندترین جهان اشغال می نماید، با داشتن ذخیره های بزرگ هیدروانرژتیکی برای تولید نیروی برق یکی از غنیترین دولت‌های عالم حساب می‌یابد. مسئله استفاده ذخیره‌های آبی یکی از سمت‌های اساسی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. تاجیکستان قادر است همه کشورهای منطقه را با برقی از نگاه اکولوژی تازه تأمین نماید. دولت استفاده ذخیره‌های آبی را در رشد ساحه انرژتیکا هدف اصلی خود قرار داد و بنیاد نمودن سلسله نیروگاه‌های برقی را در مجرای دریاهای وخش و پنج و زرافشان طرح‌ریزی نمود. با جلب سرمایه‌های فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی سانکتودا 1 و سانکتودا 2 شروع گردید. برای تأمین نمودن این انشاءات‌های بزرگ با مصالح ساختمانی وطنی، خصوصاً سمنت خوشصفت که در ساختن استحکامات نیروگاه اهمیت کلان دارد، کارخانه تاجیک سمنت با اقتدار استحصالی بیشتر فعال کرده شد. این نیروگاه‌ها برای ملت ما آنقدر اهمیت کلان داشتند که هنگام به کار انداختن آنها سابق پرزیدنت فدراسیون روسیه دمیتری مدویدیو و سابق رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد به شادی و خرسندی ما شریک شدند. فعال گردیدن این نیروگاه‌ها در تأمین نمودن احتیاجات انرژتیکی مملکت نقش کلان بازیدند. آن کس علاقه حس کرده بودند که ساله می شود که از حلقه انرژتیکی دیگر کشورها برآمده نشون می‌دهد. وقتی که چنین حادثه به عمل می آید، پورا ولایت سو بی برق میماند. لیکن جناب عالی در یک مدتی کوتاه توانستند چنین خط برقی بلند شدتی شمال جنوب را ساخته به استفاده دهیم. قریب که همان روزها دیگر کشورها از آسیای میانه از حلقه انرژتیکی برآمدند. ساختن خط انتقال برق بلند شدت 500 کیلوولتی جنوب شمال به انجام رسید. با همین شبکه یگانه انرژتیکی تاجیکستان به فعالیت آغاز کرد. گذرانی از دیه به دیه می رفت. مردی کاری می کرد.
بابیش هم همینجا زندگانی میکرد اما کیوش هم همیو انا برادرها همینجا زندگانی میکرد این همین خانه ها در تاوشده همین جای خانه ها پدرش همینجا سالی 46 رفته در همین کنالی بازو خیلی چند سالی تاریخش گذاشته یک کار کردگی و خون توت و اون چیرا دانخه مادر امام علی بیبی میرم در دیهه کوهستانی کول به دنیا آمده است. این طبیعتی بیکر در آن روزگار منظری بس زیبا و جاذبه‌دار بود. زیبایی این دیار در وجودش نفوذ کرد و او این زیبایی را به فرزندانش انتقال داد. هنوز جوان زنی بیش نبود که با یگانه فرزندش تنها ماند. بار گران زندگی با همه سختی‌هایش بر شانه‌های نازکش فرود آمد. قنقرتوت در آن سالها دیهه‌ای پربرکت با چراگاه‌های وسیع، چشمه‌های روان بود. بابای رحمان پس از سرگشتگی‌های زیاد یک روزی خدا خود را در این دیه دید. بیبی میرم را نیز روزگاری نابسامان به قنقرتوت آورد. در همین دیه رحمان به میرم پیشنهاد ازدواج داد. اراده خداوند بر همین رفته بود. و اخیراً در همان جایی که امام علی به دنیا آمد ریاست کلخاس باغی نو بنیاد کرد و باغبانیش را به عهده بابای رحمان گذاشت. پشت خانه مونده یک خاری شدگی بود. انا خاری مردک 3-4 باشه هم تا موندن اوخی به صاحب و همون چیزی که بخب میکرد همون را میداد میگفت بگیرین همین سگرها رو نگاه بکرین که نمرن کشتگی هم پنسیش خونه نمیبرد میدادم و تقسیم بکرد. بعد میگو میرم میگو چی میگو من یک کار کردم جنجال نمیکنی نمیزخی میگو چی میگو من پنسوم همسرم سگرهای همسر میگو با کم بغلشونم با نوداریشونم با نوبودی همون دویر به همون زمانم نه که اونا باشم با نون نمک بدن اینطوری آدم به نون نمک میشید این درجه در نمیرسن. امام علی در همین جا به دنیا آمده است. شیرینی های ایام کودکی را چشیده است. با همین مردم عادی زحمتکش کلان شده و کار و زندگی کرده است. از پدر روحانیت و معنویات و شرافتمندی و سخاوتمندی را میراث برده است. از مادر باشد پاک طینتی و پاک زبانی، عدالت خواهی و احساس درک زیبایی و شناخت طبیعت شفابخش دیار را. دستکاتان درد نبینه آوی خیلی نداره شباتی را هر عورت نمیتونه گوش کن میره در شنبه یک جدا یک دکان کنم بتون که همین چپاتی که میوانی آمدگی را باید کنیم. خب کلچه هم بتونی کلچه هم که بچه هم میریزه رو از میخلدی با پشت پانو ای ما خریدون باش همالو تصور نگاری همه در ایران میخوادی میخواد کار مینم شکرات مینم یک دشکتا خوب داره یکم خدمت نیست؟ نه بدون ما دیوال کرده میتونم 55
پادشاه اسلامی جهان همون جا بودن همون بجخت همون تلویزیون تماشا کردن هر یک سخن شما را همون پادشاه به خرسخ پیشوازی کردن و شما را ایستان نفری که با دست خودش با منت حلال خودش مکتب تمام کرد راهبر شد با خلق بود امروز بعد در سطح بلند یا اون نوربون بلند برآمدگیش اون چیزای پایین در زینه اول فراموش نمی‌کنه. برای همین قدر انسان را قدر شخصی مهنت قریب را قدر آدمی که دلش صاف است بسیار هم بالا میداند و او را بزرگاشان را همچون پدر جواناشان را همچون писар اعتراف میکرد. Кстати, это к тому, что он вышел из народа. Выйдя из народа, он не забыл и не прервал вот эту удивительную связь с народом, из которого он вышел. И поэтому этот народ ответил ему любовью, доверием. شاهراهی هنوز ناتمام کولاب درواز علکی برای دولت و ملت فایده های اولین خود را اهدا کرد. باقی مانده از درواز تا خاروق، از خاروق تا کرمان نیست آهسته آهسته سال به سال به سطح بین المللی برآورده میشه. میشود دروازه طلایی تاجیکان. سرور دولت پیوسته کار میکند. نقشه و طرح‌های نو میکشد تا سیمای پایتخت مملکت را دیگرگون سازد. دوشنبه را میخواهد پایتخت زمانوی با چهره معماری ملی سرسبز و آباد و زیبا ببیند. این روند را نه تنها راهبری میکند بلکه به واسطه در کار آبادانی آن با شوق و رغبتی به اندازه شرکت می‌ورزد. چون از آوان کودکی نهالشنانی را دوست می‌دارد، نه تنها در پایتخت بلکه در همه گوشه و کنارهای کشور باغ‌ها بنیاد می‌کند.
барои он ки тоҷикистон аз нигоҳи коммуникатсионӣ ба як кишвари воҳид табдил дода шавад, шикофтани синаи ағбаҳои анзобу шаҳристон ногузир буд. коршиносон ин корро ғайриимкон меҳисобиданд, аммо мушкилии дигар ин буд ки то ин замон дар минтақаҳои кӯҳистонии мамлакат мо ягон адад нақби нақлиётӣ надоштем, то ки аз таҷрибаи мутахассисон ва базаи техникии он истифода кунем. аммо бо вуҷуди ин корҳои сохтмонӣ дар нақби истиқлол шурӯъ шуд. баъдан ба амалисозии ин лоиҳа сармоя ва мутахассисони эрониву чинӣ ҷалб карда шуданд. сарвари давлат тамоми тадбирҳоро андешид, то ба мақсади ниҳоии худ бирасад. нақбҳои истиқлолу шаҳристон дар шимол ва озодиву хатлон дар ҷануб яке аз паси дигаре сохтаву мавриди истифода қарор гирифтанд. Таджикистан уже реально стал, а в будущем будет еще сильнее играть свою роль как государство-транзит. Кому-то кажется это фантастическим, но обязательно это будет построена суперсовременная дорога. танҳо бо сохтани чунин пулҳои боэътимод мо метавонем шоҳроҳҳои кишварамонро ба меъёрҳои байналмилалии роҳҳои транзитӣ мутобиқ созем. имрӯз панҷумин пул аз силсилапулҳои миёни тоҷикистону афғонистон ба истифода дода мешавад. ҳар дафъае ки маросими ифтитоҳи пуле баргузор мешавад, ҳазорон нафар шаҳрвандони афғонистон ҷамъ омада шодиву нишод ва ҳамраъйиву ҳамбастагии худро аз иқдомоти пешвои тоҷикони ҷаҳон имомалӣ раҳмон изҳор менамояд. با این راه شما میتوانید با راه پولما با چی پیوست کردید تجارت میتواند با تمام دنیا پیوست شوید. راه این آینده پیشرفت و ترقیات دولت تاجیکستان است. این راه این حیات است، این آبادی است، این پیشرفت است، این ترقیات است. طی سالهای استقلالیت با استفاده از واسطه‌های مالی دولتی و سرمایه خارجی بیش از 2000 کیلومتر راه‌های ماشینگرد، 25 کیلومتر نقب، 255 پل و 4 کیلومتر انشاءات محافظتی راه‌ها ساخته و به استفاده داده شد. شاهراه‌های دوشنبه چناق، وحدت جرگتال سریتاش، دوشنبه کولاب خاروخ مرغاب و دوشنبه ترسونزاده نه تنها منطقه‌های کشور را پیوند دائمی بخشیدند، بلکه تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی کاملا آزاد کردند. نقب‌های استقلال و شهرستان و آزادی و خطلان دیوارهای عظیم کوهستان مشکل گذر و پرمشقت و هلاکتبار را شکافتند. 5 پل نوی بین سرحدی در خدمت ملت و دولت قرار گرفت. عملی سازی لایحه‌های مذکور امکان داد که حرکت شهروندان و انتقال بار به همه 4 سمت تاجیکستان تأمین گردد. دنغره
زادگاه امام علی رحمان. پدر ایشان خلیفه رحمان زاده دیهه شندی خواست. در این منطقه پرغرور کوهستان گذشتگان او زیستند. خودش نیز همین جا میزیست تا زمانی که روزگار بر وی ضربه جان کاهی زد. با نوزاد یتیمش تنها ماند. برای روزگار مسئولیت‌های خوب دادند که پسرم تو در کدام عائله تربیت یافتی چگونه روزگار داشته فراموش نکن با مردم غمخوار باش. تاکید کردند که بچه‌م زبان پاک داشته باشه. حیات تیز می‌گذرد. بسیار زندگی تیز می‌گذرد. مثل آب روان، آب دریا. همین قدر تیز می‌گذرد. خدای تعالی بنده را هست کرده است، آب داده است، زمین داده است، عقل داده است. نعمت‌های خدا داد. محنت کن. حرکت کن، از من برکت، زندگی ببین. تاجیکستان گرچه کوهستانی است، کم زمین است، میگیم بعضا ها مینالند. از این نالیدن در کار نیست. خدای تعالی ما را کوه هم داده است و از همه نعمت بی‌باهای خدا داد آب هم داده است. قرآن کریم در آیه مبارکه 45 سوره نور آید به عنصر اصلی حیات در روی زمین می‌فرماید: خداوند همه موجودات زنده را از آب آفرید. زندگی بی آب وزنین است. آب را اداره باید کرد تا زمین‌های تشنه‌لب آبیاری گردیده به منفعت خلق و دولت استفاده گردد. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратил внимание на одну очень важную тему воды. Именно тогда я почувствовал, насколько прозорливыми оказались идеи, заложенные в его выступлении в 1999 году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2003 года Международным годом воды. Именно эта тема стала одной из 8 ключевых тем, связанных с целью развития тысячелетия. در عرصه سیاسی بین المللی موضوع نوی وارد بحث و گفتگو گردید که مؤلف آن سرور دولت تاجیکستان است. همین طور سالهای 2005-2015 را سازمان ملل متحد 10 ساله عملیات آب برای حیات اعلام کرد. در مملکت تدبیرهای زیاد عملی گردید. دهها انشاءات برای ذخیره و صافکاری آب و خطهای انتقال آب آشامیدنی در شهرها و دیهات کشور ساخته و مورد استفاده مردم قرار گرفتند. امروز در جهان تقریباً 1 میلیارد آدمان به آب تازه آشامیدنی و 2.5 میلیارد آدمان به شرایط اساسی بهداشت دسترسی ندارند. هر سال آفتهای طبیعی مربوط به آب
به اندازه بیش از 60 میلیارد دلار آمریکایی خسارات اقتصادی وارد می‌سازد. خشکسالی و بیابانشوی منبع واسطه‌های زندگی زیاده از 1 میلیارد و 200 میلیون آدم را در جهان زیر خوف و خطر قرار می‌دهد. مناقشات کشورها بر سر منبع‌های آب وضعیت به این هم مرکب سیاسی جهان را باز هم پیچیده‌تر می‌کند. پیشنهادهای امام علی رحمان آید به مسائل آب در نحوه برخورد سیاستمداران با پرابلم مذکور یک رویکرد کاملا نو و تکان جدی به عمل آورد. با سبب تغییریابی اقلیم در حدود تاجیکستان که زیاده از 14,000 پیریخ‌ها موجود بود، در ظرف 50 سال 1000 عدد آن از بین پوره رفت. امروز 13,000 پیریخ‌ها باقی ماندند و آبشوی پیریخ‌ها خیلی زیاد است. طی 50 سال اخیر با سبب تغییریابی اقلیم در کره زمین سرعت آبشوی پیریخ‌ها در قله‌های بلند شدت می‌گیرد. کوه‌های آسمانبوس پامیر که برحق بام جهان است آسیب از همه بیشتر می‌بینند. این تهدید جدی نه تنها خطر رخ دادن آفت‌های طبیعی را در تاجیکستان به وجود می‌آورد، بلکه تهدید جدی برای کشورهای منطقه و جهان میباشد. امام علی رحمان به صفت یک پیشوای جهانی آید به مسئله آب بیش از 16 سال است که از منبرهای بلند بین المللی توجه جامعه جهانی را به حل این مسئله ها جلب می نماید. I would like to invite His Excellency Emom Ali Rahmon, the President of the Republic of Tajikistan, up on stage of congratulations. Please welcome His Excellency with a big round of applause. خانم محترم پرزیدنت جمهوری کره، محترم جناب رئیس، خانم ها و جنابان، هرچند که در چارچوب هدفهای رشد 1000 ساله دایر به حل مسائل آب پیشرفت معینی به دست آمده است، ولی تهدید و خطرهای معاصر گلوبالی از ما سعی و تلاش بیشتر تقاضا دارند. از این لحاظ تأسیس دادن فاندهای گوناگون ملی و منطقوی و گلوبالی اقدامات سری وقتی خواهند بود. دیگر سمت مهمی فعالیت منبع ما باید به سوی اقتصادی سبز